ده قبل از ظهر در قرارگاه مرکزی غند کوه پیاده و قماندانی برادر غیور و مجاهد ما شفیع هستیم. خدمت شما تقدیم کنم. ما خدمت شما معرفی میکنم. آقای غلام علی حیدری رئیس تنظیم نسل نو هزاره مغول کویته بلوچستان و همچنان آقای اختیار عضو هیئت اجرایی تنظیم نسل نو هزاره مغول کویته بلوچستان، آقای شبیر هم از جمله اعضای هیئت رهبری تنظیم نسل نو هزاره مغول است. و ما نزدیک خود شفیقان قماندان سید غند در مورد خاص تشکیلات در مورد امتحان خدمت مقدمتا یک چند نکته خدمت شما یادآوری میکنم. غند دوی جهادی که مربوط به حزب وحدت اسلامی افغانستان است، یک غند مستقل است، تحت امر نظام بزرگ دیگر قرار نداره و در طول 18 ماه یا 20 ماهی که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته برای مردم هزاره و برای در مجموع تشیع امتحان خدای غند داده و اصلاح که گفته ما را خود آقای قماندان بخاطر برآورده شدن آرمان مردم بخاطر تحقیق اهداف ایمان مردم سه بار تحقیق کردیم و همچنان دیگه معاونت همکاری دولتی بودن باشتر چندین معامل دارن جدید دارن و نقاط مهم استراتژی شهر کابل عمل در دست همین غند است آقای و دیگه بعد از او از خود شما می‌خواهیم و قماندان سید غند در مورد معلومات لازم خواهد داد و سلاح ثقیلی که غند دوی پیاده داره. من فکر میکنم در دیگه جزئیات‌های حزب وحدت اسلامی موجود نباشه. دیگه این آقای اختیار و آقای حیدری اگر صحبت میکنم با مای کویته از طرف راکیل تنظیم در خدمت قهرمان حزب وحدت آقای شفیع و جاوید صاحب شمس خان و دیگر بزرگان سلام تقدیم میکنم. ما اول تشکر میکنم از اون قماندان غند آقای شفیع و شما اینقدر گرم پذیرایی کردین. واقعا ما در کویته شنیده بودیم از نام قماندان شفیع ما خبر نبودیم و ما یه آرزو رو داشتیم که ما باید از نزدیک از چشم سر مشاهده کنیم و اینجا که رسیدیم راستیش برای ما این بالاتر از او است که ما در کویته شنیده بودیم. واقعا حزب وحدت امروز افتخار تمامی حضرت است، در تمام جهان حضرت در هر جایی که است حزب وحدت افتخار از او است. اما ما دیره ما بگم که افتخار حزب وحدت قماندان شفیع است و شما قهرمان است. به خاطر از اینکه همین حزب وحدت امروز در تمام جهان مطرح است. شهامت شما بوده، شهامت قماندان شفیع بوده، شهامت از دیگه قوما بوده. لحاظا ما یقین داریم که شما این شهامت را برای آینده هم خرج بدید و این رقم نام حزب وحدت که در تمام دنیا مطرح است و این ما یقین داریم که حکومت افغانستان بدون حزب وحدت دیگر تشکیل شده نمیتونه.
از اینکه همه به شما رو نظر بگیره تشکیل شده نمیتونه. شما اون قهرمانی رو نشان دادید، شهامت رو نشان دادید. امروز ملت را نه فقط افغانستان زنده کردید بلکه ملت رو تمام جهان زنده کردید. امروز شما را هر کس به تمام جهان کس میشناسه بفهمند که ملت حاضر واقعا قهرمان ملت قهرمان است و اینا از حقوق و این وقت نبوده کار نکنه. طول تاریخ به زمان عبدالرحمن هم شهامت‌هایش در تاریخ ثبت است و این شهامت‌هایی که شما امروز نشان دادید این هم نمونه هم در تاریخ عبدالرحمن ثبت است امروز هم ثبت میشه. این را هیچ وقت قوم شما ملت شما فراموش نخواهد کرد. مزداد وقت شما را نمیگیریم. بار باز از شما تشکر کنم، از کماندان شفیع تشکر کنم که اینا بسیار صمیمانه پذیرایی کردن و از جناب غلام خان و دیگر بزرگایی که اینجا تشریف دارن از اینا هم تشکر کنم. اینا هم این زمینه را مساعد کرد بلده از ما که ما اینجا خدمت رسیدیم. و سلام. دیگه افسرای خون سربازای عزیز و رشید قوم ما از کویتا برای زیارت و دیدار نظیم چهره های روشن بسیار قابل نظاره شما در خدمت شما رسید و از طرف قوما که در کویتا اونجا هستند از طرف از اونا سلامای گرم از اونا را در خدمت شما تقدیم کنم. جناب آقای حیدری و امیتر تمام اراکین تنظیم نسل نو هزار مغول دی آرزو بودیم که یک مدت است که دی آرزو بودیم که در خدمت برسیم. اتفاقات دیگه زندگی موفق نموشدیم. خب شوق دیدار شما شوق زیارت شما مورا کشان دهید و الحمدلله از روزی که اینجا در خدمت رسیدیم چیزی که شنیده بودیم برادرها یقین کن گب ریانیه گب خداییه بسیار بسیار از او بالاتر دیدیم و میبینیم. این چهره های روشن ثبوت از این فراهم مونه که این جوانای قوم این سربازای قوم قلبان و روحان مطمئنه
از کاری که کرده و برای کاری که در آینده تیار هستند. و بسیار معذرت می‌خوایم که از این ترتیبات که وجود که ما زندگی در یک مملکت دیگر داریم که جناب جنرال فرانسیس خان دیدن که همین ترتیبات عسکری یک نامه دیگه که ما آموخته از امو هستیم، از روزی که آمدیم می‌خوند و فرقه و تمام چیزا رو می‌شنویم که تحت اینا، اما تمیز از این کابل ما نکردیم. حقیقتا چطور درگیش سموچ بیا برادر. چوکی که البته به نام چوک شهر سرخ قندار بود که اینجا قبلا حزب اسلامی و بعدا اتحاد، بعد از شورای نظار بعدا به دست برادرای ازریزمو فتح شده الحمدلله توسط همین مجاهدین که قماندانی پست دکتر اسماعیل است، مربوط قماندان غلام مربوط قندیدو و این یک دونه ماشین ماریبه‌ای دارن که از اینجا حوزه 5 سایه دیوان بیگ اینجا را مورد هدف قرار میدن. درست، خیلی عالی. کی را دست آوردن این تقریبا مو در جنگ دوم. جنگ دوم. بله. این تلفات هم دادی؟ تلفات خود طبعا جنگی بدون تلفات نیه دیگه. بازم اینجا که درگیری از ما کردیم مردمای قندار و تخار و پنشیر. خب روحیه از همین سربازای رشید قماندان شفیع صاحب ما خواهش چطور می‌بینید؟ روی از یا مثل فولاد است ماشاءالله. ماشای از را هستن دیگه. اما تو که از را کوی شاخ مردم شب شاخ هستن. ان شاء الله. ماشاءالله. با اجازه. ماشاءالله. خدا حافظ. بله بله. ها ما درون. بخیر. از بله میلی مزیم زد. این از میلی جریو جواب شد. که در روزایی که آتش بس نقش شد مو از این نقطه مواضع دشمن مکوبیم با سلای داشکر. روسیه. نه داشکر روسیه است که از راستای 5 مجاهدین از ما از جمعیت ها غنیمت گرفته. غنیمت گرفت. بله. ماشاءالله. خب همین چیز دی مرمی ازی هم بسیار است دیگه. تا خود روس دیگه 14 سال تمام سرمایه خودش غرق کرده و غرب هم اینجا غرق کرده. سرمایه‌اش غرق شده. از قماندان شفیع رو بودی کدام مواضع قرار گرفتن؟ اما فعلا نمی در مکتب خوشحال خان است که اونجا قرارگاه ضابط نعیم است از اتحاد اسلامی. غیر از اینکه جنگ شد باز کدام مواضع ها رو غیر از این دیگه سیلو را میگیریم و اکادمی سارندوی پل تکنیک انترکانتیننتال و پریویلند و اینجا را تصدی برقی اینجا را زیر آتش میگیریم. تشکر. خب این یک جنایت بسیار تکاننده کرده بود که 7 نفر از ریسه فدای ازره را اینجا اعدام کرده بود. با انتقام خونجویی از اونها اینجا حمله کردن برادرای ازری ازمو و اینجا را آزاد کردن. تا امروز از اون رسید 10 ماه مگذره که در دسترس مجاهدین حزب وحدت اسلامی افغانستان است. و اینجا به نام قرارگاه شهید استاد علی رشیدی است که مربوط کندگ دوی قندیدو میپاده است. اینجا که شما می‌بینید سنگر یا بلنداج زیکویت است که سرای فاضل بیگ و قلعه جرنیل و حوزه 5 و سرای راتی اینجا را مورد هدف قرار می‌دهیم. موفق باشی. بسیار عالی. اون بیرقای اتحاد معلوم میشه، بیرقای سفید که او سری خلاک هست. تا کمپانی رو همین سوارمو موردی آتش خراب. زنده باشی. دیوان دیگه هم. آنم باید سفید دیوان خلاک. این تا کمپانی رو ما میتونیم کیره بگیریم. باش زنده باشی. هم که یک بلنداج دیگه از برادر هست که سلاح پیاده از اینجا فایر میکنن و این دستگاه مردد است که از خاطر تانگا و خودروهای نظامی دشمن استفاده میکنیم برادر ها. این منطقه را که میگیریم مربوط برادر کامرامین قلعه واحد است که به تعداد 10,000 خانه مردم پغمان در اینجا سکونت داشتن و در جنگ دوم این منطقه را حدیث دادن که فعلا سر تا سری منطقه در دست برادرای ازری از شما هست. این دستگاهی هست که جای به جای است از مردد. یعنی دستگاهی هست که ما چریکی میتونیم پیش ببریم. در منطقه که دشمن جای به جای باشه ما قرضی در سر شانه انداخت میکنیم.